دایرکتور اگنتی نظارت مواد نشئاور تاجیکستان گنرال مایور عدلیه حبیبالله وایزاده روز 15 ایول در نشست مطبوعاتی اگنتی گفت در نیمه اول سال 2021 در جمهوری 1 تن و 695 کیلو مواد مخدر یافت و مصادره شده است که این نظر به همین دوره سال گذشته نیم تن یا 43% بیشتر می باشد. در این مدت در تاجیکستان در عموم 446 جنایات مربوط به مواد مخدر ثبت شده است که این نظر به یک سال پیش 24.9% بیشتر می باشد. 819 کیلو مواد مخدر را کارمندان وزارت کارهای داخله و 662 کیلویش را کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی مصادره کردند. اگنتی گفت امسال کارمندانش از فعالیت 28 گروه جنایی پیشگیری کرده پرونده 128 مورد متهم به قاچاق مواد مخدر را به دادگاه سپاریدند. حالا در تاجیکستان رسما 5003 نشأمند ثبت نام شدند که از این شماره 109 نفرشان زنان می باشند. اگنتی گفت این نشان داد نسبت به همین دوره سال گذشته 187 نفر یا 3.6% کاهش یافته است. در عموم امروز در تاجیکستان به 100,000 اهالی 54 نشأمند راست می آید که آن نسبت به دیگر دولت‌ها نشان دهنده خیلی پست می باشد. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و حشیش دنیا 1370 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای آخر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی تبدیل یافته است.